سلام و درودی به پایان با کلی مخلصان برنامه در شبکه‌های اجتماعی. فردوس خورسند تاپ خبرهای ورزشی را میگوید. رفتیم. امروز از بازی‌های پرغوغای لیگ چمپیون‌ها حرف می‌زنیم که طی 2 روز مخلصان فوتبال را به بی‌خوابی مجبور کردند. اول شروع میکنیم از رقابت دسته‌های منچستر سیتی و ریال مادرید که یک برخورد نابخشیدنی را نشان دادند و باز یک مگا شوی فوتبالی را به نمایش گذاشتند که تا امروز خرد و کلان درباره‌اش حرف می‌زنند. چند وقت شد چنین بازی را ندیده بودیم و محض برای همین گونه رقابت‌ها ما فوتبال را دوست می‌داریم. هرچند در بازی اول با قول زور معین نشد، ولی یک بازی شد که بهتر از فینال. هنوز در اول رقابت و در دقیقه اول شاگردان گواردیولا گل اولین را زدند که گفتیم تمام دسته انگلیسی مبالغه کرده گویم مادریدی ها را پوست و پر میکنند، اما با بالا شدن کاش چپ پدر آنچلوتی گواردیولا حس کرد که وضعیت بزب می شود. این بود که بعد همگی 10 دقیقه گل سیلوا کاماوینگا توسط ریکاشت و رودریگو از میان پایهای اکانجی توپ را گذرانیدند و با گل سیلوا با 2 گل جواب گردانیدند. در قسم اول 2-1 ریال پیشتاز شد و تا قسم دوم هرچند گل نشد، ولی فرصت‌های از گل هم بدتر به میان آمد که رشته‌های تاری عصب مخلصان پای هم از غایت حمله‌های هر دو طرف به کندن نزدیک می‌شد. در قسم دوم کار ریال را فوتبالبازان سیتی تکرار کردند. در 5 دقیقه انیقترش در دقیقه 66 و 71 فیل فودن و یاشکا گواردیول یک گلی زدند که سیتی با حساب 3-2 پیشگام شد. مخلصان ریال چون مرغ پرکنده و سیمای ناامیدی و تأسف خپ و خاموش می نشستند و از حمله های دیگر شاگردان گواردیولا مطمئن بودند که دیگر تمام با همین حساب بازی تمام می شود. اما ریال را همه می دانند که این دسته تا آخرین نفس نام دارد. این بود که وینیسیوس و رودریگو از اول بازی تا آخر عکس الهجوم های خود را ادامه می‌دارند که حتی از میان توده حمایتگران بهترین جهان مثل کودک می‌گذشتند. کسی نه شاید من و آنچلوتی اول با استعداد، دوم با روحیه و سوم با ضربه‌های سخت و تیروار فد والورده باوری داشتیم که انیق با قول زهر خود را بالاخره می‌چکاند. در یک فرصت وینیسیوس همین خیل باوری بخشانه توپ را هوا داد که گویا در پشت سر چشم داشت و والورده قریب در مرکز میدان بوده را حس کرد. توپ خیلی ساده و آزاد پرواز میکرد. والورده از کجای پیدا شد و این توپ آرام پرواز کننده را چنان سخت ضربه زد که چرخست توپ را تماشابینان تلویزیون شنیدند. دروازه‌بان سیتی حتی کوشش گردانیدن آن را نکرد. به نظر چنین رسید که او از میان شکستن دست و گل شدن دومی را انتخاب کرد. فوتبالبازان ریال هر یک از روی قدرت و توان وظیفه خود را به سر بلند اجرا میکرد، اما از بچه‌های سیتی فودن و سیلوا از خود زیاد و ارلینگ هالند بود نبود نمیدونم. خلاص ریال و سیتی در سانتیاگو برنابئو حساب را 3-3 تقسیم کردند و در بازی اول گویا چیز حل و فصل نشد و با شانسی برابر در میدان اتحاد روبروی هم قرار میگیرند. پایگاه خبری سپورتسرو 3 گل این بازی را که واقعا دهشت بود به نظر سنجی گذاشت. آنها نوشتند که از میان گل‌های فودن، گواردیول و والورده کدامش بهترین بودند. بازیگر ریال با حساب 2 مرتبه زیاد از رقیبان آواز بسیار گرفت. حالا چیز تمام نشده است و در بازی جوابی می‌بینیم که این فینال برمحل به چه انجام می‌یابد. من فقط همینش را می‌دانم که از همین جفت کس غالب شود هوای چمپیون مسابقه است. بازی دیگر رقابت آرسنال و باواریا بود که آنجا هم چیز حل نشد. گفتیم باواریا با آنه که در بوندسلیگا پرشکسته است، اما با همین پرشکستگی نیرو و توانش با آرسنال یکی از بهترین دسته های انگلیسی به قول بار بوده است. اول آرسنال با همان تیکی تاکای خاص خود سر و کلوبه باواریا را گران کردند. حتی در دقیقه 12 یک گل هم زدند. در اول همه چیز از روی انتظاری ها بود. گفتیم تمام آرسنال فعلا زور باواریا فعلا لخ را گلبران میکند که نه، روحیه میونخنی مثل مرسدس و BMW وطنی رجوع کرد و آرسنال بعد 6 دقیقه گل نزد گنابری باروکو رفت. گنابری گل زد و در دقیقه 32 هری کین هم با گل گنابری توسط پنالتی یک گل دیگر ضم کرد. حساب 2-2 تا دقیقه 76 رفت که آرسنال 20 دقیقه قسم اول بازی را پورا با خود گرفته با یک گل دیگر حساب را برابر کرد. دلیل
خیلی عجیب این است که از هیئت باواریا 2 نفر گل زد که از مکتب آرسنال برآمدند. شما امیدوارم فراموش نکردید که هم گنابری و هم هری کین قدم‌های اولینشان از آرسنال بود. خلاص در این بازی هم هر چند 4 گل به قید گرفته شد، ولی در بازی جوابی به قول باز از سر خط سر میکنند. بازی بارسلونا و PSG دومین بازی سخت 2 روزی لیگ چمپیون‌ها بود. یگان کمی از بازی ریال و سیتی نداشت. زوری کار در همین است که امباپه هم گویا در میدان بود و اما نبود، یا به طور دیگر نمی بود بهتر بود. در این بازی آمار او همین است که نه گل، نه پرتافت گلی و نه ضربه مستقیم جانب دروازه دارد. حتی آمار از همین هم بد می شود که 14 مرتبه توپ را از پایت بگیرند. پیش از بازی واهمه و کتگیش در آسمان بود که اکنون بازی کلانها سر شد و من تیارم. این گپ دیگر، لوئیس انریکه شاگرد خود را در دولان این خیلی استقبال گرفت و شاگرد در میدان به استاد با پیروزی جواب داد. از همه درخشش نغز در آسمان این بازی رافینیا از هیئت نیلونوری ها داشت که 2 گل زد و در میدان نسبت دیگران با چشم زود مینمود. از هیئت PSG دمبله گل زد و ویتینیا هم در قسم دوم گل زد، اما این بازی مثل بازی های 1 روز پیش مساوی خاتمه نیافت. از هیئت بارسلونا کریستنسن هم نگذاشت که این رقابت مساوی تمام شود. از این رو در دقیقه 77 گل زد و حساب را 3-2 به نفع کاتالونی ها نمود که این با بازی آینده هم سبکی و هم امیدها را زیاد میکند. دلیل دیگر این است که لامین یامال جوانترین فوتبالباز تاریخ در دور یکچارنهایی لیگ چمپیون‌ها گردید. چه خیلی در اول گفتم، حالا برای یگان دسته چیز تمام نشده است. بسیار میخواهم امسال سال آرمانی ها باشد. بارسلونا آرمانی به فینال و ایمانبک آرمانیان دوست ما به خارجه رود. در لیگ اروپا هم به قول گپ و کلوچه های کلان گذشت. لیورپول از جانب اتلانتا تارومار شد و بایر لیورکوزن رکورد نوبتی گذاشت. اژدهای ساخته خواب آلونسو این موسم دیگر شکست نخورد. کسی از پیش راهش برآمد، به قول چپه کرد و با زورها حداقل مساوی نمود که همینک سلسله به باخت‌های این دسته در عرصه فوتبال رکورد تاریخی گذاشت. آنها شب گذشته در رقابت‌های دور یکچارنهایی لیگ اروپا دسته وست هم را با حساب 2-0 شکست دادند و رکورد دسته یوونتوس را عوض کردند. بایر 42 بازی پایهم شد در مسابقه‌های بین اروپایی شکست نمیخورد. این رکورد چندین سری سال شد فقط با تیم یوونتوس تعلق داشت و اکنون خابی آلونسو گرفتن رکوردهای جهانی را از یوونتوس شروع کرد. در بازی با وست هم هرچند انگلیس‌ها در جریمه‌گاه خود افتابوس گذاشتند، ولی خوفمان و بونیفاس کار کرده 2 گل به ثمر رسانیدند که اکنون شاگردان خابی آلونسو راهشان برای مرحله نیم نهایی هموارتر شد. سکاماکا در پیش چشمان منبر مولومال سرخپوش‌های انفیلد لیورپول را نابود کرد. دسته اتلانتا میتوانست 3 گل نه 6 گل بزند، ولی با 3 گل قناعت کردند. گپ سر این است که لیورپول فرصت‌های گلزنی 1-1 به میان می‌آورد، ولی اتلانتا غیر آنکه از کانتر هجوم‌ها خوب استفاده می‌برد، باز خط دفاع خود را نیز مثل دیوار چینی ساخته بود که برای مرسیسایدی‌ها فتح کردن آن خیلی مشکل بود. خلاص کاماکا 2 گل زد و پاشالیچ 1 گل دیگر علاوه کرد که با حساب 3-0 لیورپول در این دیدار شکست خورد. حالا برای لیورپول یک شانس دیگر در سیمای بازی جوابی هست، اما از این حساب بیرون آمدن کار هر کس نیست، هرچند لیورپول در این جوده تجربه بزرگ دارد. با همین تمام، تا دیدار نوبتی، خیر.